باز انشالله در روز کار کوشه را میگرفتیم مفصلتر و مکملتر براتون نشانش میدم. این بلدوزی کامپیوتری است، دزدوزی هم دوستان عزیز. البته اینا دیگه قدیمی هستن و ممسب هست. چندین رستوران است، رستوران هم کلش دوستان عزیز به سبک محلی اون نانوایی که گذاشته. این مثلا نیست رستوران از دوستان عزیز چند تاشی طرف است که ازشون گذاشتیم. میبینین کمیال پراتا پخته کرده میره، اون پاچه و نمیفهمم همه چیز داره و خوب بیربار هم داره. پاچه، لوبیا، قورمه، از این چیزا دوستان عزیز این رستوران ها پخته. نارس خوابش هم میکشن، یخدار جغلدارش بخو، گلاس های کلانش هم بیا بخو لیلام است. یگان وقت دوستان عزیز این افراد بسیار چیزهای زیبا و جالب ثبت میکنن نمیل اسپیکرایشون. بعضیتون شاید شنیده باشین یکیشان از رومی را ثبت کرده بود، یک سری بانجان رومی. سلام و درود مثال تک تک شما زن، انشالله که خوب سعادتمند باشین دوستان نهایت گرامی. دوستان عزیز ما دیگه تقریبا در کوچه مرغ فروشی یا کوچه انتیک فروشی شهر نو هستیم، البته در آخرش، چون میخوایم دوستان عزیز به طرف صدارت شهر کابل بریم. باز انشالله که روز قسمت بود به طور مفصل این کوچه را گزارش میکنیم و تمام شبتان نشان میدم. از چیزهای قدیمی دوستان عزیز کوچه کافروشی میره براتون نشان بودم. ببینید که از زره‌های سابق است تا ترازوها و همه چیزی که در سابقه استفاده میشه و در فرهنگ افغانی رول داشته. دیگه مردم دوستان عزیز ببینید که به طرف کاروبار خود میرن، هر کس مصرف هر کار است. این طرف هم دکان‌ها دیگه دوستان عزیز باز کردن و این دروازه ما رجال توجه کرد دوستان چقدر قدیمی بود. دیدین باز انشالله در روز کار کوشه را میگرفتیم مفصلتر و مکملتر براتون نشانش میدم. این بلدوزی کامپیوتری است، دزدوزی هم دوستان عزیز. البته اینا دیگه قدیمی هستن و ممسب که قدیمی میدوزن. آب میوه فروشی رو ببینید دوستان عزیز. این طرف یک نانوایی است که بسیار بیربار داره دوستان عزیز. چرا بیربار داره؟ به خاطر که دینمی کوچه تا جایی که ما دیدیم اینم یک نانوایی هست، چندین رستوران است. رستوران هم کلش دوستان عزیز به سبک محلی اون نانوایی که گذاشته. این مثلا نیست رستوران از دوستان عزیز چند تاشی طرف است که ازشون گذاشتیم. میبینید کمیال پراتا پخته کرده میره، اون پاچه و نمیفهمم همه چیز داره و خوب بیربار هم داره. پاچه، لوبیا، قورمه، از این چیزا دوستان عزیز این رستوران ها پخته میکنن، محلی زیادتر پخته میکنن. این دور میخونین دوستان عزیز در سرک وزارت داخلی قدیمی، وزارت داخلی دیگه عالی جنیست، وزارت داخلی سابق میگنش. نورم دوستان عزیز شفاخانه جمهوریت است که در تصویر میبینین. شفاخانه جمهوریت است، نامش البته دوستان عزیز جمهوریت است که یک شفاخانه کاملا دولتی است و دکتران بسیار خوب داره با تجربه و بسیار دوستان عزیز یک شفاخانه بزرگ است. دیگه چند وقت پیش فکر کنم بازسازیش میکردن که هنوزم جریان داره بازسازیشو به اتمام نرسیده. طرفم دوستان عزیز بهار رستوران کباب کردن شروع کرده و دود بوی کباب این همه جای دیگه گرفته. دوستان عزیز صدارت کابل همیشه یکی از شلوغ‌ترین و بریبارترین جاهای شهر کابل بوده که حال هم هست. البته هر وقت دوستان عزیز به این مشترک بیربار خود داشته و طرفدارا همیشه وقت حاضر هستن. و می خاطر از این بخش که دوستان عزیز ما دور میخوریم میریم به طرف ولایت که دیگه دستگیرایی صدارت برابر میشیم. همونطور باز پیش میریم به طرف آرشیف ملی و دیگه بخشا دیگه. این دوستان عزیز صدارت است، اسمی در تصویر میبینین ولایت کابل، مقام ولایت کابل. البته دوستان عزیز
در اون بالاتر است. یا بنا رو ببینید دوستان عزیز، خود انار است، خوابش هم میکشن، یخدار جغلدارش بخو، گلاس های کلانش هم بیا بخو لیلام است. یگان وقت دوستان عزیز این افراد بسیار چیزهای زیبا و جالب ثبت میکنن نمیل اسپیکرایشان. بعضیتون شاید شنیده باشین یکیشان از رومی را ثبت کرده بود، یک سیر بانجان رومی قیمتش 50 افغانی دیگه، بسیار زیبا و جالب ثبتش کرده بود که مردم خوب استقبال هم کردن از او. طرف دوستان عزیز دست فروش ها هستن. پیاده‌روی کابل امروز فرصت و خلوت است، میاب زرک است. برگرک های گرم و داغ بیا به برگر هم بای میکنی 40 افغانی، باز پس هم تو دور میخوری میری. خب دوستان عزیز قیمت داره، 10 افغانی هم هست، قسم دو کراچی دیگه صداقت 20 افغانی هم هست، 30 هم هست، 40 هم هست، 50 هم هست، تا 100 افغانی هم براتون جور میکنه. این طرف هم اینه بولونی است دوستان عزیز، بولونی اشتیا داشتین بولونی، برگر اشتیا داشتین برگر. اگر آب زردک، انار و سیب میخوردین هم این اینجاست و دیگه همه چیز حاضر است دوستان عزیز. طرف هم دست فروش ها هستن که بود و همه لوازم لیلامی دیگه زیادتر سودا میکنن که یا دوستان عزیز قدر قیمتشون بلند و بالا نیست. خروطه ببینید دوستان عزیز، خروطه این دوستان عزیز شفاخانه جمهوریت است. بلا منزل که میبینین این طرف دوباره دست فروش ها هستن دوستان عزیز و اونوان دوستان عزیز پشت از درخت ها مشترفتر بریم مقام ولایت کابل هست. سیب گلاس کلانش 10 افغانی دوستان عزیز. منال شما بگوین سیب بهتر است یا یک دونه انرژی؟ البته انرژی هم علاقمندای خود داره دوستان عزیز، اما به لحاظ صحی میگم دیگه سرتون بد نخوره، هر کدام چه دوست داشتین بخورین، اما فایده آب سیب به نظر ما و چیزی که ثابت شده بیشتر است. این دوستان عزیز مقام ولایت است. این دیگه در تصویر میبینیم مقام ولایت شهر کابل هست. طرف هم عریضه نویس ها هستن دیگه دوستان عزیز، خوبیه چون زیاد عریضه کار میشه داخل، اینجا عریضه نویس ها هستن. طرف هم دیگه دوستان عزیز دور بخوریم میرسیم به طرف آرشیف ملی که در این طرف است. آرشیف ملی یعنی دوستان عزیز آرشیف است، دو ساختمان داره، دو سه ساختمان داره فکر کنم. خود دوستان عزیز ان شاء الله که ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین، ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.